سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سمبوسه ورقین تیار میکنیم. محصولات لازمه برای خمیرش و ما چی لازم؟ برای 2 تا زواله 400 میلی لیتر آب ما خنک باشد، 800 گرم آرد، 1 قاشقچه نمک لازم است برای 2 تا زواله. همین محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. 400 میلی لیتر آب خنک میگیریم. نه 1 قاشقچه نمک رو آب میکنیم. هم کنیم آبا فیسو برکه و آتیتیت برای 2 زبال اگر 4 تا خواهید میتونید 800 میلی لیتر کنید. ما آردامه انداختم و خمیری سخت کک تیار میکنیم. نه خمیری ما هم تیار شد. ما خمیری من را به 2 قسم برابر تقسیم میکنیم. خمیرامه حرکت کنید که سخت کک تیار کنید. نه خمیرامه 5 دقیقه نگاه داره. نه خمیری ما هم دمگیری ما خمیرامه تونو میکنیم. آرد زده تونو کنیم به حد نقص تانید کرخمرم аралаш кара آرد قطعی پاشید ورقی سمبوزه خوشرو میارد. باید از 4 طرفش تیرک زنیم برای اینکه یخ کشاده میشد. ما اجای کشادگی ما از نف کشاییم یعنی خوشرو کلوله نمیاد. برای همین از 4 طرفش یک باری پیچانیده تونو میکنیم. نگاه کنید خودش کلوله شده هم خیلی میره. خیلی برای چی من های گفتیم خیلی زنکا با هم میفهمم بسیار خیلی کلین شده اومدگی های کلین دای نو های بسیار خواستن که طرزی تونو کنی هم فهمانم. نگاه کنید آرد زده کشایی نگاه قطعی منو نمیچسبد. با خمیر سخت باشد با خوبتر سختتر کنید با خوبتر و بهتر. من خمیرامه شروع تونو کنیم من مسئله آب کنم شروع همینجاش با میمولیم. حرکت کنید مسئله پرسنتش بلندتر مالید برای اینکه آبش کم یا که خواهید مسئله آب کرده آبش جدا کرده بعد مالیدن میشه. بسم الله. دویم قبطی زواله همایه بالاش بگرفتیم شروع نمیپاشیم. دویم قبطش برم شروع مثل اوله روغم میمونیم. هوا باشه براری منه یلکای دویم قبطش. مسئله های ما میدونیم که آب کنیم چقدر آبی اضافه شد. برای همین آب کره حرکت کره آب باشه جدا کره مالید ورقای انشالله خوش رو میپیورد. خمیرامو مثل فطیر تیرک با میپیچونیم. شروع کشیده میپیچونیم. ما مثل فطیر میبریم اینطور تقسیم میکنیم. بریده منه اتیرک میگیریم. شروع منه به 2 قسم تقسیم میکنیم. همجاش بخ شروع اهمیت دید که منه اقدام سبب یعنی ما سمبوسی ما ورقی میبید. منه شروع به 2 قسم برابر تقسیم کردیم. منه بالی هم میگیریم.
بالا هم گرفتیم. ما کنه چطور میبریم. بشه گرفتیم. ما اول یک تا کلانکک میبریم. ما یک قسمی بریدگی مویا نگاه کنید چه ورقش شوندگی مثل اوگرا میبریم، نه اونقدر باریک نه اونقدر غفص. همین طور میبریم. نگاه کنید مثل اوگرا بریدیم ورقاش. ما کنید خمیرامای ما بریم. خمیری ما از سبب غفص بودنش ما اینه майда майда میبریم تو نکنیم کلان میشه. همه ما میدونیم البته. میبریم همشه. نه اونقدر سمبوسی کلان نه اونقدر майда میشه. من 15 دانه شد. ما 15 دانه باکو من دوتایی همین خمیری بریدگی ما میگذاریم. من طرفی ورقشه می روشبه مونده من میتا میگذاریم. من نگاه کنید ما جای کاربه خیلی تیار میکنیم سمبوسه. راستین من یکتا ازبک یاد گرفتم. من جای کاربه همیشه همین طور بریدگی همویه بالاش به هم میگذاریم که ورقش خوشرو بیاد. بسیاری هم میگن که سمبوسه ما ورق نمیتیه. من همین سمبوسه تیار کنید انشالله ورقش تو آدمی بیاد. نگاه کنید من طبق گرفتم. 15 دانه شد. ما اینه با مدت 1 ساعت خلادلنیک به نگاه میداریم. برای نچینکی سمبوسه ما من چی گرفتم؟ گوشت گاو گرفتم، مرغ گرفتم، کارتوشک، پیاز، نمک و приправа. من همین طور پیازا майдача ریزه کردم که درونی خمیرش به خام نماند. ما گوشت گاو مرغ همراه میکنیم. ما علاهیده نمیکنیم. نمک یک چند نمود приправа ها همیشه آمیخته میکنیم. ما با روغن لازم نیبریم که خمیر ما خودش روغنی. من کارتوشکا برای فرزند داشته کردم به حد نغز میبینم. بسیاری ها میگن که ما کارتوشکا نمیکنیم ما گوشت و پیاز میکنیم. یکی ما با خیلی کارتوشکا گینم به حد مخفول. من نچینکه ما هم تیار شد. خمیری سمبوسه های ما هم شخ شد. نگاه کنید سختکک شد. ما کوی های تنوب میکنیم. شروع به آر تنوب میکنیم برای آنکه علاقه خودش خمیر ما سختکک. بسم الله الرحمن الرحیم. من طرفی خمیر ماندگیم باید تگ بگرفتم. من ای پشتش جوبه میزنیم. شروع نگاه کنید چه برای خوشوندگی خیلی انشالله شروع میبیاد. میتر تنوب میکنیم همیشه 4 کنجه. خیلی یک نمود سمبوسه ورقین. میتر من خمیرای تنوب کردم. من کو همی جای خمیر گذاشتگی ما چپه کردم میمانیم پشتکی. من نگاه میکنیم میتر میچینیم و بعد نچینکاشه خیلی میگذاریم. ما کو نچینکاری میگذاریم. نه همه خمیرامو با تقسیم میکنیم نچینکاشه. طرز پیچاندنش 4 کنجه میپیچانیم. خواهید 3 کنجه از من طرز 3 کنجه پیچاندنشم نشان میدم. من همین طور من میپیچانیم. من طرز 3 کنجه پیچانیدنش همین طور میگیریم. قینیش نی 4 کنجه بعضی ها خیلی 3 کنجه پیچانیم میگن. قطعی من دشواریش نیست است. من همین طور
3 کنجه، خیلی 4 کنجه چخیلی که خواهید میپیچون. من لیست بچیندم. یک دانه زرده تخمه کمتر شیر همراه کرده. شروع روی سامبوسام و میمالیم. من اکنون کمتر مرک میپاشیم که به چخیلی فورت 3 دانه می کنجید می. من 4 کنجه، من 3 کنجه هاش به مدت 35-40 دقیقه به 200 درجه به تفتان میگذاریم. من چگونه ببینید سامبوسه ما هم پخت. من نگاه کنید چه خیلی آمد نمودش. من ورقش نگاه کنید چه خوش رو روش با اومد. من چگونه ببینید سامبوسه ورقی ما هم تیار شد. من نگاه کنید نمودش چه خیلی آمد. به حد شروع شتی آور. من 3 کنجه هاش چه خیلی آمد. من پشتش هم خوش رو آمد. ما که درونش ریزه کریم بینیم چه خیلی آمد است. من نمودش من پشتش چه سرخ شروع همش نه یک نمودامدگی پشتش شروع محکم شدگی یکم قطعی شده شدگیش نیه. نه درونش شکستم بینیم. نگاه کنید چه نه درونش شکستم بینیم. درونش چه آمده است. نگاه کنید کارتوشکاش هم خوش رو پختگی، گوشتش هم خوش رو پختگی. نه ما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، یا دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.